ما نبودیم. از تو بود. نه تو اتاقمون سوختگی می آمد. نه بوی سوختگی نبود، بوی دیگه بود. بوی چیه؟ هرچی. قطعش کن بنیام اینجا قطع. مادر جان این کارا رو بکنی این حرکت ما خیلی دوست دارم. مادر این کارا رو بکنی میفرستم بری ها. کجا؟ خونتون. بابا دارم ورزش میکنه. ما نمیدونم چی شما جوونا بشه با ورزش علاقمند نیستید. من یک نکته بگم. نکتم اینه که تو از اون موقع که اومدی یه جمله عاشقانه نگفتی. عزیزم تو نخواستی که من نگفتم. از بس درگیر چرت و پرت بودیم با هم دیگه نتونستیم یک در ابراز احساسات کنیم با هم. توی پیج دیدم زیور چی بود؟ زیور دات بخ زیور. اسمت زیور؟ اسم پیجم بله. زیور دات بخ زیور. اسم خودت هم زیوره؟ زیور. زیور بخ زیور. جاید نگاه سریع باید بخ زیور. بخ زیور. چه خالی نگاه چه حالی هم ورزش می‌کنی هم اسم میشه منو جابجا نکنی فقط اسم تو ببرم؟ جابجایی‌های قولاسا. زیور جان جمله احساسی بلدی بگی؟ بله. بگو ببینم. آقا شما لحظه‌ای که ما آمدیم یه اسمت به ما گفتی؟ اسم من سید عباس حسینی. میدونی معنی عباس چی میشه؟ یعنی شیر. شیری که از شیران ازش حساب میبرن. یعنی شیرها ازش حساب میبرن. شیری؟ بله من شیرم. شیر پاکتی یا از شیراز؟ عزیز دلم. یعنی تو رو مدوشن؟ نه اون شیر جنگل. تر شیرها جنگل جو مخوری آدم را. عزیز دلم. حتی نگاه خب برعکس معنی اسم شوهر ما هم چیز بود پلنگ بود. اصل پلنگ 30 تا بچه آورده ما. یعنی ماهی اینقدر تخم نمیذاره خدا شاهده. 30 تا بچه. واقعا اگر او دنیا آجاقا رو ببینم حتما سلام ما رو برسه. دستشو بوس میکنم. جدیه؟ بله بابت همچه خانم. حیف آقای روزی گفته زیاد صحبت نکنه. خب به من بگو که میتونی جمله زیبا و احساسی بگی؟ بلدی اصلا؟ اسم عباس بود؟ بله. به اینجا وایستا. بفرمایید. یک آهنگ عاشقانه لایت میشه بزنه؟ بله یه آهنگ عاشقانه بنیام اینجا. الان میخوایم غرق شیم. آهنگ غرق شدنه. تو کجا؟ کشتی تایتانیک. رفتی زیر آب قلقل یادت نره. آماده ای؟ بله. نگاه خب داشتم غرق میرفتم به نجات بدی. ما نیست اونجا ما دست خرد. حواسم بهت هست. آماده ای؟ برو. چرت و پرت موقع آماده ای؟ همه فاشو. بله. عباس جان. جانم. مرگه. چیه؟ بابا یک ذره مهربونی، ظرافتی، یک ذره عطوفتی. باش. آج آقا اسم شما چی بود که کنارتون نشستیم؟ آج آقا به بغل دستیتون اسم دا چی بود؟ میگه بعدا چند تکون میده میگه بعدا بهت میگم. آج آقا خدا شاهد اسمتون نگم ولتون میخونم. ها؟ جعفر. اینجا گود بای پارتی جعفره. اینجا گود بای پارتی جعفره. اینجا دختر پسر قاطیه. بیا اینجا ببینم. بس صرف